5000 سال پیش اینجا نه کویر بود نه سکوت. شهری می تپید که در آن پزشکانش جراحی مغز انجام می دادند، چشم مصنوعی می ساختند و هنرمندانش نخستین انیمیشن های جهان را خلق می کردند. شهر سوخته. نام این شهر سوخته ما را به اشتباه می اندازد که فکر کنیم این شهر به دلیل آتش نابود شده، اما حقیقت کاملا برخلاف اون چیزی است که فکر می کنیم. در این قسمت دلیل واقعی نابودی این تمدن با شکوه را از لابلای خاکسترها بیرون می کشیم. پس تا پایان با من پیر پارسی همراه باشید. برای درک بهتر شگفتی و عظمت این شهر مرموز باید نگاهی به اوج پیشرفت آن در سال 3200 پیش از میلاد بیاندازیم. زمانی که اروپا در عصر سنگ به سر می برد، شهر سوخته به اوج شکوفایی خود رسیده بود. اینجا اولین شهر برنامه ریزی شده جهان با وسعت 150 هکتار با خیابان‌های منظم، سیستم فاضلاب زیرزمینی و کارگاه‌هایی که ظروف سفالی را با دقت میلیمتری می‌ساختند. اما این پایان شگفتی ها نیست. هنرمندان این شهر روی یک جام سفالی نقش یک بز را در 5 حرکت ترسیم کردند. وقتی این جام میچرخید، بز به سوی درختی میدوید. این نخستین تلاش بشر برای خلق توهم حرکت بود که تاریخ نگاران آن را بز جستجوگر نخستین انیمیشن جهان نامیدند. این شاهکار نشان دهنده ذهن خلاق مردمانی است که مفاهیم پایه سینما را هزاران سال پیش درک کرده بودند. اما انگار نقطه درخشان این تمدن مرموز پزشکانش بودند. در این شهر جمجمه ای از دختر نوجوان 4800 ساله پیدا شد که نشانه‌هایی از عمل جراحی مغز دیده می‌شد. به نظر می‌رسد پزشکان این شهر با ابزارهای سنتی جمجمه را سوراخ کردند تا فشار مغز را کاهش دهند. جالب اینجاست که این دختر از مرگ حتمی نجات یافته و 6 ماه پس از جراحی زنده مانده است. در سال 2006 باستانشناسان شیء کوچکی را از قبری باستانی بیرون آوردند که دنیا را شوکه کرد. نخستین چشم مصنوعی جهان. این چشم مصنوعی در حدقه چپ یک اسکلت زنی بلند قامت جای گرفته بود. این چشم از غیر طبیعی و چربی جانوری ساخته شده بود با مویرک‌هایی از طلای نازکتر از 0.5 میلیمتر. این چشم نه یک شیء تزئینی بلکه پروتزی کاربردی بود. تحلیل استخوان‌ها نشان داد که این زن سالها با این چشم زندگی کرده، اما عفونت ناشی از اصطکاک آن درد شدیدی را برایش به ارمغان آورده بود. در آن زمان گورستانی عظیم پیدا شد که 40,000 قبر داشت. در میان این همه قبر اسکلت‌هایی با سرهای بریده، خنجرهای فرو رفته در دنده‌ها و حتی زنی با نوزاد در آغوش پیدا شد. آیا این نشانه جنگ داخلی است یا قربانی شدن برای خدایان؟ سوالی که ذهن باستانشناسان را درگیر کرد این بود که چه اتفاقی در اینجا رخ داده؟ این شهر پرشکوه چگونه به کام مرگ رفته است؟ چارلز ادوارد یکی از افسران نظامی بریتانیایی در دوره قاجار بود که به عنوان کنسول بریتانیا در مرز بین افغانستان و ایران فعالیت می‌کرد. کتاب سفرنامه او تحت عنوان خراسان و سیستان در سال 1890 میلادی منتشر شد. او در این کتاب به سیستان به محبطه‌ای باستانی اشاره کرده و آن را شهر سوخته نامیده است. او با دیدن خاکسترهای موجود در این محوطه به اشتباه تصور می‌کرده که این شهر باستانی به خاطر یک آتش سوزی عظیم نابود شده است. وقتی باستانشناسان در دهه 50 خورشیدی این شهر را از زیر خاک‌ها بیرون کشیدند، نخستین چیزی که دیدند لایه‌های سیاه سوختگی بود.
دیوارهای زغال شده، ظروف فلزی ذوب شده و خاکستری که همه جا را پوشانده بود. درسته این شهر سوخته بود، آن هم نه یک بار بلکه 3 بار. بار اول در 3200 پیش از میلاد، بار دوم 2800 پیش از میلاد و بار سوم در 2400 پیش از میلاد. اما اینجا معما بزرگتر می شود. مردم هر 3 بار شهر را از نو ساخته بودند و در آنجا زندگی می کردند. یعنی آتش باعث نابودی این شهر نشده بود. پس چه چیزی این تمدن درخشان را به مرگ کشانده بود؟ کاوش‌های بعدی نشان داد پاسخ در رودی است که ناپدید شده. رود هیرمند شاهرگ حیاتی این شهر که از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گرفت، شهر سوخته را به بهشتی در دل کویر تبدیل کرده بود. تا زمانی که رود هیرمند رگ حیاتی شهر آرام آرام مسیرش را تغییر داد. مطالعات رسوب شناسی نشان می‌دهد حدود سال 2200 پیش از میلاد هیرمند یا خشکید یا مسیرش را تغییر داده. کشاورزان که روزی گندم و جو پرورش می‌دادند به کویر نشینانی در مانده تبدیل شدند. درختان نخل خشکیدند، کانال‌های آب پر از شن شدند و زمین‌های حاصلخیز به نمکزارهای سوزان تبدیل شد. مردم سعی کردند با حفر چاه‌های 15 متری و ساخت مخازن عظیم آب جلوی فاجعه را بگیرند، اما تلاش‌هایشان بیفایده بود. دیگر آبی نبود، نه برای نوشیدن نه برای صنعت. مردم آخرین بذرهای ذخیره شده را خوردند و رفتند و بادهای 120 روزه سیستان شنها را به خانه‌های خالی ریخت. شهر سوخته قلب تجارت بین میان رودان، هند و آسیای مرکزی بود. شاید اگر این شهر زنده میماند، امروز شاهد تمدنی پیشرفته‌تر و دانشی عمیق‌تر بودیم. به هر حال شهر سوخته نامش را از آتش گرفت، اما مرگش را آب رقم زد. سپاس از نگاه شما فرزندانم.